آخه این یا اصلا هم هماهنگ نکردیم از قبلش. یا میری تو این لوله‌ای که خیس میکنی چجوری؟ تو خیست میکنم. یا میری تو یکی از مغازهای صالح آباد دزدی میکنی. جالبه. بعد پیج صالح آبادم تو توضیحات تبلیغ شده اتفاقی. فکر کنم فقط هم به جنساش خوری. من میرم تو این لوله حتما یکی میاد صندلیشو دقیقا میذاره همینجا در داداشمون کره؟ هوا چقدر خوب شده. داداش چرخیدی دیدیش دیگه آسمون چی میگه؟ دست فروش آیفون 15 پلاس 100 میلیونی داره. اینقدر دیگه ضایع نباشین رسول فالو کنی.